واسه من کافیه این که تو از من در دل یه ظهر آفتابی دوباره برگشتم همون جایی که برام حکم پاتوق خاطره ها رو داره. پیاده راه شهرداری جلوی فرهنگسرای خاتم الانبیا، جایی که کبوترها بی هوا میرقصن و زندگی بی پرده خودش رو نشون میده. ویدیو با صدای گرم یه پسر جوان شروع میشه. با گیتارش ترانه همین خوبه از ابی رو مینوازه. صدای ساز و آوازش مثل یک نسیم عاشقانه توی کوچه ها میپیچه و لبخند به لب رهگذرها میچونه. کنارش مردی نشسته با ریش و موی بلند سفید اما چهره‌ای جوان. دستسازهای ظریفش چوب موهای ژاپنی به نام کانزاشی با آرامش میفروشه. دستاش بوی هنر میدن، بوی حوصله، بوی اصالت. بعد دوربین میره جلوتر، درست جایی که کبوترها همیشه جمعن. جایی که انگار تکه‌ای از فیلم‌های قدیمی عاشقانه است. دو دختر زیبا با لباسهای دلفریب در حال عکاسی با کبوترها هستند. یکیشون مانتوی سفید بلندی پوشیده، اون یکی پیراهن سفید با دامن گلگلی سفید و آبی. کلاه‌های ظریف، ژست‌های دلفریب و لبخندهایی که هوا رو پر از جذبه میکنه. یه عکاس خیابونی با اشتیاق کارگردانیشون میکنه. میگه بایست، بچرخ، راه برو، لبخند بزن. یکی دیگه من گفتم 3 2 1 حرکت برید. یه اشتباه شما می‌کنید. میگم که جلوتر من روتی یه تایید کلی می‌کنه که الان هر دفعه گفتم 3 2 1 حرکت انجام بده. That's all.
3 2 1 حرکت. عینکو بردار. بعدتر مادری با دختر کوچولوش وسط کبوترها نشسته. دختر بیخبر از قاب دوربین توی دنیای معصومانه خودش غرقه و مادر با عشقی که فقط توی نگاه مادرها پیدا میشه اون لحظه رو ثبت میکنه. دوربین دوباره برمیگرده سمت نوازنده آشنا. همون هنرمند سازدهنی که تو ویدیوهای قبلی دلتنگی رو با نوت‌ها بیان میکرد. این بار Dance Me to the End of Love از لئونارد کوهن رو مینوازه. نوت‌ها پرواز میکنن، میان بالا، میچرخن بین درخت‌ها، میرقصن لابلای نگاه‌های مردم. همه وایستادن، گوش میدن، فیلم میگیرن، غرق صدای ساز شدن. این لحظه جادویی است، از اون لحظه ها که توش زمان متوقف میشه.
و بعد میرسیم به اوج ماجرا. دوربین حالا روی دوچرخه است. شروع میکنم به رکاب زدن توی میدان شهرداری. میگذرم از دل شهر، از چهره ها، از قصه ها، از مردای جوان، دخترای شاد، زنهای زیبا، عاشقها، خونواده ها. از دستفروش ها که زندگی رو با دستهای خودشون میسازن، با لیوان، با لباس، با اکسسوری، با امید. از دکه های چای فروشی که بوی هل و دارچین رو قاطی آفتاب میکنن. تصویرها پشت هم میلغزن، مثل یه فیلم سینمایی که نه کارگردان میخواد نه بازیگر، فقط کافیه تماشا کنی. سلام، چطوری فرزاد جان؟ خوبی داداش؟ سلام برسون قربونت برم. فدات شم. این شهر هنوز قصه داره، هنوز صدا داره، هنوز تصویر داره. هر گوشش میتونه یه قاب عاشقونه باشه یا یه تیکه از مستندی که هیچ وقت تموم نمیشه. من فقط تماشاگرم، با دوربینی که چشم دوممه و دلی که هنوز بلد عاشق لحظه ها بشه. و تا وقتی زندگی توی خیابون جریان داره، منم اینجا، با چرخام، با لنزم، با نگاهم، تا همه این لحظه های زودگذر رو برای همیشه ثبت کنم.